سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. من مینا هستم و امروز میخوایم یه پاور یوگای کار کنیم که در واقع روی کشش، قدرت پایین تنه، بالا تنه، کور، همه بدن کار میکنه. و خب میخوام اینو بهت یادآوری کنم که چایلد پایوز و داونورد فیسینگ داگ حرکت هایی هست که هر وقتی که نیاز داشتی میتونی بیای توش دوباره استراحت کنی و مثل خونت بمونن. برای تمرینات امروز هیچی نیاز نداریم، فقط بدن تو متی که روش هستی. برای شروع بیا توی حرکت چایلد پاز، انگشتای پاتو بزن به سمت همدیگه، زانوهاتو از همدیگه دورشون کن، دستاتو ریلکسش کن روی زمین، دم و بازدم بگیر اینجا. اجازه بده که نفست، بدنت، افکارت بیان توی لحظه حال. توی تمرین امروز روی استقامت کار میکنیم. ممکنه هر لحظه‌ای بخوای از توی تمرین خارج بشی، ولی خب یادت باشه که برای چی شروع کردی، دلیل چی بوده. یادت باشه که آخر تمرین حس و حالت چی خواهد بود اگر ادامه بدی. و یادت باشه که هر حرکت یه پوزیشن و یه نفس. نیازی نیست که نفساتو حبس کنی. نفس چیزی است که تمام طول مسیر زندگی همراهت خواهد بود و همچنین توی تمرینت. با دم و بازدم شروع کن. چشاتو باز کنی، سینه‌تو بلند کن، سرتو بلند کن. از اینجا دست چپتو بذارش خارج از دست راستت توی حالت thread the needle، نخ در سوزن. با بازدمت برگرد به وسط، دست راستتو بلندش کن، ببرش خارج از بدنت، خارج از متت. قشنگ کشش رو توی کتفت احساسش کن. برگرد به وسط. یک بار دیگه دست چپ خارج از دست راستت. با بازدم بیا وسط. دم دستتو ببر خارج از بدن دست راستت، سینه‌تو بازش کن. با بازدم برمیگردی میان وسط. دست راست و چپ بیا توی حرکت تیبل تاپ، 4 دست و پا. خوبه. حالا از اینجا پای راستتو بذارش جلو کنار دست راستت. بشین توی حرکت لای لانج. دستاتو آروم اینجا بلندش کن. خم شو به سمت جلو توی حرکت هاف اسپلیت. چند بار دیگه اینا انجامش میدیم. دستاتو ببر بالا. لای لانج. خم شو به سمت جلو. کشش سمت توی همسترینگت، پشت پاهات احساسش کن. شیفت کن بدنتو به سمت زانوی پای جلویت. سعی کن اینجا کمرتو گردش نکنی. ستون فقراتتو صاف نگهش دار. بیشتر بشین توی پای جلویت. خوبه. از اینجا دستاتو بذارش روی زمین. دست راستتو بلندش کن. بچرخ. پای چپتو بگیر اگر برات امکان داره. اگر نه، اگر سیاتیک داری یا چیزی، سعی کن آروم پاتو بلندش کنی. ممکنه یه گرفتگی توی همسترینگت احساسش کنی اینجا. اگر احساسش کردی با ناخونات فشار بده، با انگشت دستت فشار بده توی همسترینگت. و اگر برات قابل انجامه پاتو بگیر، به چرخ کامل، سینه‌تو بازش کن. دم و بازدم، کشش عمیق توی قسمت جلوی رون پات. با بازدم ریلکسش کن. الان پای چپتو بلندش کن. دست راستت هم بلندش کن. از اینجا پای چپتو میاری ردش میکنی از بین دست چپت و پای راستت. پای چپتو آروم بیارش جلو. اینجا نگهش دار. بشین روی زمین. حالا از اینجا دستاتو بیارش کنار بدن. کامل دراز بکش روی زمین. با دم و بازدم چند تا 5 تا حرکت شکم اینجا انجام میدیم. پاهاتو بلندش کن، دستاتم بلند. دم بیا بالا، با بازدم برو پایین. دم بیا بالا، با بازدم برو پایین. اگر نیاز داشتی دستاتو بذار روی زمین
که بهت کمک کنه آرنجتو خم کن، برو پایین، برگرد بیا بالا. 2 تای دیگه، دم و بازدم، شکمتو منقبض نگهش دار. یکی دیگه با بازدم بیا بالا، همینجا نگهش دار. 1 2 شکم منقبض، دست یا روی زمین یا کنار بدنت. 3 4 با 5 پاهاتو زانوهاتو ببرش عقب، قدم بزن توی تیبل تاپ یا همون 4 دست و پا. دوباره پای چپتو بذار کنار دست راستت، همینجا نگهش دار. دستاتو ببر بالا، بشین توی لو لانج. دستاتو تا جایی که میتونی ببر بالا، سینه‌تو بازش کن. با بازدم خم شو به سمت جلو، هاف اسپلیت. 2 تای دیگه، دستاتو ببر بالا، بازدم خم شو به سمت جلو. کامل نمیشینی توی پای پشتید، میخوای لگنتو بالا نگهش داری، کششو اینجاها توی همسترینگت احساسش کن، دم بشین توی پای جلویت، کششو توی سوست، توی هیپ فلکسور، توی رونت احساسش کن. از اینجا دست راستتو بذارش روی زمین، دست چپتو ببرش بالا، بچرخ. اگر برات امکان پذیره پای راستتو بگیر، هرچی بیشتر بشینی توی پای جلویت، بیشتر کششو توی رونت احساسش میکنی. دم و بازدم با بازدمت، پاتو ریلکسش کن روی زمین، دست راستت بالا، دست چپت بالا. از اینجا پای راستتو میاری ردش میکنی از بین دست و چپت، دست راستت و پای چپت. دم و بازدم آروم با کنترل شکم پای راستتو ردش کن، بشین روی زمین. دوباره بریم حرکت شکم. 5 خوبه، 4 بیا بالا، 3 همیشه این آپشن رو یادت باشه داری که دستتو بذاری روی زمین اگر دلت خواست، یا اگر خواستی تعداد کمتری بری هیچ اشکالی نداره. 2 یکی دیگه، دستاتو روی زمین، زانوتو رولش کن، برمیگردیم توی حالت تیبل تاپ. خوبه، دستاتو بزنیش روی زمین و زانوهاتو بلندش کن توی داونورد فیسینگ داگ، اولین سگ سرپایین فلوی امروزمون. زانوهات اگر دوست داشتی خمش کن، دم و بازدم بگیر. خوبه، حالا از اینجا بدنتو راوندش کن، بالا تنتو راوندش کن، رولش کن به سمت جلو توی پلنک. حالا از اینجا زانوهاتو خم کن، لگنتو باسنتو ببر سمت پاشنه پات. دوباره زانوها صاف توی داونورد فیسینگ داگ. دوباره بدنتو راوندش کن به سمت جلو توی پلنک. توی پلنک هستی کامل شونه هات بالای مچ دستته. 3 بار دیگه اینجا رو میریم. زانوها خم، برو به سمت پاشنه پات، زانوها صاف، یه فلو، یه سپاینال ویوی به ستون فقراتت بده، بیا جلو، خم کن به سمت عقب، زانوها صاف توی پلنک. دوباره زانوها عقب، لگن عقب، زانوها صاف. 1 بار دیگه، عالیه. اگر دوست داری تعداد کمتر انجام بدی کاملا اوکی. و همینجا توی داونورد فیسینگ داگ شروع میکنیم. پای راستتو بلندش کن، بیارش توی آرنج راستت. بیا توی حرکت ساید پلنک. حالا از اینجا بیا توی حرکت ساید پلنک روی دست چپت، دست راستتو بیار بالا. از اینجا آپشن اینو داری که زانوی پای راستتو بذاریش روی زمین که قدرتتو به مرور بیشترش کنی و هیچ ایرادی هم نداره. هر آپشنی برات راحت تره همونجا نگهش دار. یا اینجا هستی، یا پاتو میاری بالا، یا زانوت روی زمینه. از اینجا دم و بازدم میگیریم، باز میکنیم توی بکبند عمیق. دم و بازدم بگیر، پای راستتو بذار خارج از بدنت، پای چپتو بچرخون، لگنتو، سینه‌تو کامل بیارش بالا به سمت آسمون. دم و بازدم. خوبه؟ آروم دست راستتو بذارش روی زمین، پای چپتو هم اگر نیاز داشتی از دستت کمک بگیری بذارش کنار دست راستت. دست راستتو ببرش بالا،
horizon lunge. از اینجا سینه‌تو کامل بازش کن. بیا توی قسمت خارجی پای چپت، بچرخون بدنتو. لگن پای چپتو بیارش سمت زمین. دوباره برمیگردیم توی لانج. دست راستتو ببرش بالا. کامل بدنتو بچرخون. لگنتو ببرش سمت زمین. برمیگردیم توی حرکت اصلی. حالا دست راستتو، دست چپتو جفتشو بیارش بالا توی حرکت های لانج. اینجا نگهش میداریم. خم شو به سمت جلو. یکم فاصله بین پاهاتو کمترش کن. به خم شو به سمت جلو. توی حالت پیرامید پاز. اینجا نگهش دار. کششو توی همسترینگت احساسش کن. خوبه؟ 10 و 11. 5 4 3. سینه‌تو صاف کن. سعی کن سینه‌تو ببریش به سمت زانوهات بیشتر. با شماره 1 آروم پای پشتیتو بذارش عقب. دستاتو ببرش بالا. اند بذارش روی زمین کنار پای راستت. قدم بزن به سمت عقب توی حالت پلنک. الان اگر دوست داشتی زانوهاتو بزنش روی زمین، اگرم نه از همینجا میریم پایین. یه وینیاسا فلو میگیریم. دستا خم. برو چاتورانگا توی حالت کوبرا یا سگ سر بالا. بیا بالا. همینو برگردیم دوباره سگ سر پایین. همین کارو توی سمت چپمونم انجامش میدیم. از اینجا پای چپتو ببرش بالا. بیارش جلو. توی آرنج دست چپت، دست راستتو بزنش روی زمین و باز میکنیم بدنتو توی ساید پلنک سمت راست بدنت. 5 4 3 2. آروم پایت راستتو بذارش خارج از پای چپت. بازش کن توی حرکت وایلد thing. توی حرکت بک بند عمیق. سینه‌تو کامل بازش کن سمت آسمون. با بازدم دست چپتو بذارش روی زمین. با پای چپ هم بذارش کناره دست چپت. دست چپتو ببرش بالا. خیلی امروز چپ و راست میکنیم، پس سعی کن که به هم گوش کنی با دقت. از اینجا آروم بیا سمت راست بدنت. لگنتو تا حد امکان بیارش روی زمین. با بازدم میریم بالا. دم میریم روی زمین. با بازدم میریم بالا. همینجا نگهش دار. دستاتو پایین تنتو همونطوری که هست نگهش دار. میایم بالا توی حرکت های لانج. پای راست پای چپت، زانوی پای چپت کاملا بالای مچ پای چپت باشه. نذار زانوات بریزن داخل. زانواتو پوشش کن بیرون. دستاتو ببرش بالا. 5 4 3 2. با شماره 1 یکم فاصله بین پاهاتو بیشترش کن. خم شو به سمت جلو. توی حرکت پیرامید پاز کشش عمیقی و پشت همسترینگت، توی همسترینگت پشت پات احساسش کن. از اینجا نذار لگنت بچرخه اینطوری بری جلو. لگنتو سعی کن صاف مستقیم نگهش دار. جفت لگنتو. 2. با شماره 1 پای راستتو بذارش عقب. دستاتو بیارش بالا. بذارشون روی زمین فریم کنن پای چپتو. قدم بزن به سمت عقب توی پلنک. دوباره یه وینیاسا فلو میریم. اگر دوست داشتی برو پایین، اگر نه داونورد فیسینگ داگ میتونی بری اونجا بدون فلو رفتن، یا اینجا هم آپشنال بک بند، یا حالا میتونی کوبرا بری یا سگ سر بالا. برمیگردیم توی سگ سر پایین. قدم بزن به سمت جلو توی فورورد فولد. خم شو به سمت جلو. دستاتو ریلکسش کن. با بازدمت halfway standing flat back. دم بگیر. دستاتو بیارش بالا به سمت آسمون. ریلکسش کن کنار بدنت. همین فلو رو 2 بار دیگه انجامش میدیم. هی چیزای دیگه بهش اضافه میکنیم. خب
دم و بازدم بگیر. بیا سر متت وایسا. دستاتو ببر بالا. آروم. با بازدم. خم شو به سمت جلو. اگر یادت باشه گفتیم یه دم و یه بازدم و یه دونه حرکت. حالا از اینجا فلت بک، دم، بازدم، پلانک، دم بگیر. با بازدمت برو پایین. چاتورانگا، کابرا. برگرد به سمت سگ سر پایین. اینجا پای راستت ببرش بالا. بیاش توی آرنج دست راست. بازش کن توی ساید پلانک. نگهش دار. پای راستتو بذار خارج از پای چپت. بازش کن توی بک بند عمیق. دم و بازدم. با بازدمت دست راستت روی زمین، دست چپتم پای راستتم روی زمین. دست راستتو بلندش کن توی هاریزون لانج. پای چپتو، لگن پای چپتو بیارش روی زمین. برگرد توی سنتر. یک بار دیگه ببرش تا جایی که میتونی لگنتو روی زمین. برمیگردی توی مرکز. حالا از اینجا دستاتو بیارش بالا توی حالت های لانج. 5 4 تا جایی که میتونی بشین توی زانوی پای جلویت. 3 پاتو محکم نگه دار. انگشت شست پات، کوچیک پاتو بزنش روی زمین. با بازدم شروع کن. خم شو به سمت جلو. فاصله پاتو کم کن. از اینجا وقتی خم میشی به سمت جلو سعی کن آرچش نکنی. اینجا سعی کن گودی ندی و صاف خم شو به سمت جلو. یه کششی توی همسترینگت احساسش کن. دستتو بیارش توی سینت. میخوایم یه حرکت بالانسینگ پوز اینجا بریم. از اینجا میبریمش توی واریر 3، توی حرکت در واقع جنگجوی شماره 3. یه بالانسینگ پوزه. از اینجا آروم پای چپتو بلندش کن. دم و بازدم بگیر. بدنتو توی خط صاف قرارش بده. اگر نیاز داری با قسمت خارجی داخلی رونت بازی کن، داخلی پاهات بازی کن. دم و بازدم. آروم زانوی پای جلوتو خم کن. دوباره بیا توی حرکت های لانج و دستاتو بذارش روی زمین. قدم بزن عقب توی پلانک. آرنجتو خم کن. برو پایین. بیا بالا توی کابرا. سگ سر پایین. همین کار رو توی پای مخالفم انجامش میدیم. پای چپتو ببرش بالا. بیارش توی آرنجت. برگرد به سمت دست راستت. یه ساید پلانک سمت راست میریم. دم و بازدم. پاتو بذار خارج از بدنت. بازش کن توی حرکت بک بند. سینه‌تو، لگنتو تا جایی که میتونی بازش کن سمت آسمون. پای چپتو بذارش جلو کنار دست چپت. دست چپتو بیارش بالا. بیا قسمت خارجی پاهات کامل. لگنتو بیارش به سمت زمین. با بازدم برگرد توی سنتر، مرکز. دست چپتو بالا. برگرد به سمت زمین. بازدم همینجا. نگهش میداریم. زانوی پای جلویت بالای مچ پای جلویت و دستاتو بیارش بالا. نگهش دار. 5 4 خوبه. 3 یادت باشه نفساتو اینجا داری که حفظش کنی. 2 و با 1 شروع میکنی. پاهاتو جفتش رو صاف میکنی. خم میشی توی پیرامید. هینج میکنی لگنتو. خم شو به سمت جلو بدون اینکه کمرتو گودش کنی. دم و بازدم بگیر و از اینجا دوباره میریم توی حرکت بالانسینگ، توی حرکت جنگجوی شماره 3. با دم و بازدمت خم شو به سمت پای جلویت و پای پشتیتو از روی زمین بلندش کن. اگر داری در واقع میافتی، احساس میکنی داری میافتی، کاملا طبیعیه. سعی کن نفس تو، بدن تو و
افکارتو با هم دیگه سینک کنی، با هم دیگه یکیش کنی. یه نقطه روی زمین پیدا کن که تکون نمیخوره و همونو نگاهش کن. آروم زانوی پای جلوتو خمش کن، پای پشتتو بذارش روی زمین، دستاتو ببرش بالا، بذارشون روی زمین. خیلی آروم قدم بزن عقب. یه دونه وینیاسا فلوی دیگه. برو پایین توی چاتورانگا. کابرا. سگ سر پایین. این فلوی آخری است که میخوایم انجامش بدیم. آروم قدم بزن بیا جلوی. حالا هند استند، جامپ یا راه برو به سمت دستات. ستون فقرتو انعطاف بیشتری بده. بیا به سمت پاها، دم و بازدم. دستاتو بیارش بالا به سمت آسمون. با بازدم ریلکسش کن کنار بدنت. خیلی هم خوب. آفرین. این آخرین فلوی که انجامش میدیم، از سمت راست متت شروع میکنیم، وسطش میریم سمت چپ یا حالا از هر سمت متت که هستی وارو نمیشیم میریم اون سمت. دوباره وسطی که فلوی که انجام میدیم برمیگردیم این سمت. اگر وقت گیج شدی قاطی کردی طبیعیه، یعنی این نوعی است که ما فلور داریم انجام میدیم، حالت چرخشی طوری. دم بگیر، دستاتو بیارش بالا با بازدم. فورورد فولد، فلت بک، با دم، بازدم، پلنک، یه دم و بازدم. اینجا بگیر، دم بگیر با بازدم. برو پایین. کابرا، دم بگیر بیا بالا، بازدم، سگ سر پایین. یاد باشه این آخرین فلو هست، پس تا جایی که میتونی خودتو پوش کن. سعی کن اون باریری که توی ذهنت هست و پوشش کنی که یکم نه فقط فیزیکی نه فقط جسمی بلکه ذهنی هم یکم قوی تر بشی که میتونی از پس چیزای سخت بر بیای. پای راستتو ببرش بالا، بیارش توی آرنج دست راستت، بازش کن توی حرکت ساید پلنک سمت چپت. پای راستتو بذارش بیرون، بازش کن به سمت آسمون. خوبه. الان دیگه فلور رو باید شناخته باشیش. دست راستت و دست چپتو بذارش روی زمین. دست راستت به سمت آسمون، لگن پای چپت میاد سمت زمین، برمیگردی سمت مرکز. از اینجا دستتو بیارش بالا، های لانج، بشین توی زانوی پای جلوی تا جایی که میتونی. خم شو توی پیرامید پوز. آروم بیارش توی جنگجوی شماره 3 واریر 3. همینجا نگهش دار. آروم پای پشتیتو بذارش روی زمین، دستاتو بیارش بالا. اینجا جایی هست که حالا ما برمیگردیم آروم به سمت مخالف متمون. دستاتو گره بزن پشت سرت، بیا توی حالت گادس پوز. 10 تا انگشتت پات برمیگرده در واقع سمت جلوی مت، سمت روبرو. از اینجا بشین توی لگنت، بشین توی زانوهات. دست راستتو، آرنج دست راستتو بیارش توی زانوی راستت، برگرد بالا. آرنج چپ توی زانوی چپ، برگرد بالا. دست راست توی زانوی چپ، برگرد بالا. آخری اینجا رو با دقت بهم گوش کن. توی زانوی چپ نگهش دار، دست چپتو بندازش روی زمین، پای راستتو قدم بزن برو بیرون، بازش کن توی حرکت نگهش دار، توی حرکت ساید انگل نگهش دار. دست راستت بالا، دست چپت پایین روی زمین، پای راستتو صافش میکنی. الان برگرد کامل، دست و راست و دست چپت کامل برمیگرده سمت پای چپت توی حرکت لو لانج. خوبه. حالا از اینجا آروم یکم استراحت کن، دم و بازدم بگیر، اصلا بفهم که داره چه اتفاقی میفته. ما از یه سمت دیگه مت شروع کردیم، الان اومدیم یه سمت مخالف متت. حالا پای پشتتو بلندش کن، یه قدم بزن به سمت عقب، شروع کن آرنجتو خمش کن، برو پایین، سینه‌تو بیارش بالا، برگرد به سگ سر پایین،
این سری پای چپتو ببرش بالا، بیارش توی آرنج دست چپت، بازش کن توی حرکت پلنک. ببخشید، پلنک سمت راستت. خوبه؟ پای چپتو بذار خارج از بدنت، پای راستت هم بذار خارج از بدنت. بازش کن تا جایی که میتونی. عالیه. دم و بازدم. الان پای چپتو شروع کن بذار خارج از دست چپت. دست چپ بالا به سمت آسمون. پای لگن پای راستتو بیارش به سمت زمین. با بازدم برمیگردیم به مرکز. یک بار دیگه. دم، برو به سمت زمین. بازش کن تا جایی که میتونی. بازدم، دستاتو بیارش بالا. های لانج. خوبه. با بازدم فاصله بین پاهاتو کمش کن. خم شو به سمت جلو. پیرامید پاز. دستا توی سینت. بازش کن توی جنگجوی شماره 3. الان باید دیگه احساسش کنی که حتی کششت بیشتر شده، قدرتت بیشتر شده، حتی بالانست بهتر شده، چون الان دیگه میدونی داری چی کار میکنی. آروم دستاتو بیارش بالا. در واقع دستاتو گرش بزن پشت سرت. بیا توی حالت گادس پوز. بشین توی لگنت. از اینجا دست چپ، آرنج دست چپ توی زانوی چپ، برمیگردی بالا. آرنج راست توی زانوی راست، برمیگردی بالا. یک بار دیگه. چپ، بالا، راست. دست راستتو بذارش روی زمین. پای چپتو صافش کن. دست چپتو بیارش بالا سمت آسمون. بازش کن توی حرکت ساید انگل. جفت دستتو بذارش زمین. دوباره برگشتیم جایی که شروع کرده بودیم. خیلی خوبه. آخرین فلورمونه. از اینجا پای راستتو ببرش عقب توی پلنک. آخرین وینیاسا فلورمون. دستتو خم کن. برو به سمت زمین. سینه‌تو بیارش بالا. و داونورد فیسینگ داگ. سرگ سر پایین. عالیه. دم و بازدم بگیر. خیلی خوبه. زانوهاتو خم کن و دوباره بیا توی حرکت چایلد پوز. نفستو بگیر. نفس دم و بازدم. توی فلوی امروز همش از A رفتیم تو B تو C تو D، یعنی همش در واقع داینامیک بود، همش فلوی بود که همش در حال حرکت بودیم و خب این جور مواقع ضربان قلبت میره بالا، سیستم عصبی درگیر میشه، کلا همش در حال درگیر ذهنی هستی و اینا که بعدی چیه، الان اصلا باید چی کارش کنم. این فلو یعنی مورد علاقه منه. قشنگ هفته یک بار انجامش میدم، تقریبا هفته یک بار. خیلی حسش خوبه و هر سری که انجامش میدم انگاری که خیلی قشنگتر توی بدنم نشسته، خیلی بهتر میتونم انجامش بدم و این خیلی برام قشنگه. به شما واقعا پیشنهادش میکنم که هر فلویی که مثلا براتون سنگین هست و یکی دو بار انجامش بدید تا هی یاد بگیرید که اصلا داره چه اتفاقاتی توی بدنتون میفته. چون همیشه بار اول اینطوری است که اصلا مغزت نمیدونه داره چی کار میکنه. هی مداماً که انجامش میدی بدن دیگه باهاش عادت پیدا میکنه و اصلا مغزت میدونه که چی رو پیش بینی کنه. خب این به مرورم انجام دادنش خیلی راحت تر میشه. حال برای اینکه بدنت رو سرد کنی، بیا روی زمین دراز بکش به پشتت، زانوتو بیارش توی لگن، بیارش توی سینت، دم و بازدم، دستاتو بازش کن، جفت زانوتو ببرش سمت راست، سرت سمت چپ، دم و بازدم بگیر، ستون فقراتتو بازش کن، با بازدم برگرد به سمت مرکز، زانوتو ببرش به سمت چپ، سرت به سمت راست، عالیه. برگرد به سمت مرکز، پاتو ریلکسش کن روی زمین، خیلی خوبه. دستتو ریلکسش کن کنار بدنت، دم و بازدم بگیر، برگرد به حالت نرمال نفس کشیدنت،
هیچ پرانایامایی رو، هیچ تکنیکی رو اینجا قرار نیست پیادش کنی. فقط بذار بدنت برگرد به اون حالت نروس سیستم، در واقع برگرد به اون حالت رست اند دایجست پاراسیمپاتیک در واقع. بعد از اون همه تقلا و کوششی که انجام دادیم توی نیم ساعت اخیر، تو این موقعیت هیچی زوری نیست، نه نفست نه افکارت. و معمولا فکر میکنیم مدیتیشن یعنی این که به هیچی فکر نکنیم، ولی خب اینطوری نیست. مدیتیشن یعنی این که به بدنت و به افکارت آگاه باشی. دم بازدم بگیر، آروم برگرد به سمت راست یا چپ بدنت، دستاتو بزن روی زمین، برگرد تو حالت نشسته، دستاتو بیارش توی پیشونیت بین ابروهات، برای افکاری آگاه دستاتو بیارش توی لبت، توی دهانت، برای سخنانی سنجیده و مهربان دستاتو بیارش پایین توی سینه‌ت، توی مرکز قلبت، جایی که سپاسگزاری، شکرگزاری، قدردانی از خودمون شروع میشه و به جهان اطراف جاری میشه. مرسی از شما که امروز با من یوگا کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر سوالی چیزی داشتید توی کامنت ها برام بنویسید، یا حتی اگر دوست داشتید برام عکس و فیلماتون رو بفرستید تا با هم در ارتباط باشیم. اگر نیاز داشتید که حرکتاتون رو من براتون اصلاح کنم، سوالی داشتید ازم بپرسید. ممنونم.